ما از افغانستان به خاطر آمدیم که جان ما در خطر بود، مجبور بودیم که آمدیم. همون خاطر دیگر رای نداشتیم. مشکلات زیادی داشتیم. افغانستان هم از اول تا آخر مشکلات زن در اونجا خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. من در افغانستان خانم خانه بودم، کار خاص انجام نمیدادم، فقط سرگرم کارهای خانه بودم. اسم من صدیقه حیدری، از افغانستان هستم. خودم از شهر غزنی هستم، در شهر کابل زندگی میکردیم. من 3 ماه پیش اینجا آمدم ثبت نام کردم. حالا کلاس اول آب ما تمام شده ترکی، کلاس گلاوش هم تمام کردیم. خیلی از استادای خودم راضی هستم، از افرادی که اینجا از کارمندای که مؤسسه هستن اینجا از همه‌شان راضی هستم. خیلی اخلاق خوبه، برخورد خوبی با ما میکنن. من از وقتی که مؤسسه وید آمدم ثبت نام کردم، اینجا کلاس شروع کردم. اولم که ترکی من هیچ خوب نبود، نوشتن و خواندن و نوشتن درست بلد نبودم، بلد شدم نوشتن و خواندن. دیگه یکی از که دخترم از گوشه از خانه نشینی از گوشه که در خانه بود آمد اینجا داخل کلاس، خیلی خوب بر من خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. و من خاطر من از کلاس خیلی راضی هستم، خوش هستم از کلاس، چون یک کم غم من بیرون شد. من اینجا میام افسردگی من کم شده.